مشونه سرا ونگه چار دار در شونه صدای زنگه. 10 نوع شیرینی هست شامل کاچی و قطاب و بهادونه و پشتزی. مردم شمال کشور ما اعتقاد دارن اگر هندوانه و کیپلا میلا کنن عملا در کل فصل زمستان از سرما به دور خواهند بود. گردو رو بین افراد خانواده یا فک و فامیلا تقسیم میکنیم. گردو هر کی که خراب بود سال بعد تمام افراد اون خانواده شب چله میرن خونه اونی که گردوش خرابه ای بابا خرابه. یکی از مراسم نمادین شب یلدا در استان خراسان جنوبی کسرنی است. یک گیاهی به نام بیخ که این گیاه رو اول میجوشونن، شروع میکنن به زدن تا وقتی که این تبدیل میشه به یک ماده خوراکی بسیار خوشمزه که همراه حالا یا با شکر یا با شیره انگور شیرین میکنن و از مهمون هایی که در جلسه هستن پذیرایی. کلبه ما رونق گرمی صفا این توتوگردو میوه خدادادیه. عمر و جاودانی هر کس میل کنه عمر و جاودانی را زیاد میکنه. شب یلدای هرمزگانی‌ها ما یه شیرینی مخصوصی داریم که با آرد درست میشه. نون چمچمو و شکرلما و شیرینیجات دیگه، گریسات و الان خودم دیگه دهنم ما افتاد. جگر روی تو بچه با یک رمول درگو دربکین گل و نیمو تشوش کنند سیمو امشه اول خارم دارم جمعون و مراسماتی داره اوسه میردن سری بنیا امشه اول قهار خیر ده هنت بباره. از قزوین اومدم خرم‌آباد پیش پدر مادرم باشم